بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تبریک عرض میکنم ماه پرخیر و برکت رجب را و اعیاد و موالید این ماه شریف را خدمت شما برادران عزیز، مدیران محترم مدارس، دوستان عزیزی که لطف فرمودن و در این جلسه حضور دارند، سرور گرامی رضا جای مهدوی پور، نماینده محترم ولی فقیه، برادر عزیز و گرامی جناب آقای حسینی نیشابوری از سازمان فرهنگ و ارتباطات، عزیزانمون جناب آقای فرید عصر، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برادر گرامی و فاضل جناب آقای دکتر سلیمانی، تک تک شما عزیزان و مدیران ارجمند، خدا را شکر میکنم بر این توفیق که به ما عنایت کرد بتوانیم در محضر شما امروز حضور پیدا بکنیم. از تشفرمایی سرور ارجمند و عزیزمون جناب آقای کلب جواد هم سپاسگزاریم، برای ایشون هم آرزوی صحت و سلامت کامل میکنیم. از دوستان عزیزی که این جلسه را ترتیب دادند، برادر عزیز و سختکوش ما از آقای شاکری و همکارانشون، معاونانشون، به صورت خاص بایستی تقدیر و تشکر و سپاسگزاری بکنیم و براشون آرزوی توفیق و سلامت داریم. چون جلسه مدیران محترم مدارس علمیه است، من اجازه میخوام از جمع شما عزیزان چند جمله راجع به مسئله علم و علم آموزی و جایگاه حوزه های علمیه مقدمتاً عرض بکنم و بعد هم مسئولیت و رسالت المصطفی را پیرو به سوالی هم که برخی از دوستان عزیز داشتن با هم یک مرور مختصری داشته باشیم و بعد هم اشارتی داشته باشم به نکاتی که عزیزانمون در صحبتاشون بیان فرمودن، نکات قابل توجهی بود از باب تأکید و اینکه چگونه بایستی این مطالب ارزشمند دنبال بشه هم چند جمله رو عرض بکنم. در این مسئله نمیشه تردید کرد که هیچ آیینی، مکتبی، اندیشه‌ای به اندازه اسلام عزیز به علم و علم آموزی اهتمام نشان نداد. این جای انکار ندارد، امر بیان است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان، علم، اینها معیار رفعت مقام و درجه است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ یک استفهام انکاری که یعنی خیلی روشنه که نمی شود عالمان را مساوی قرار داد با غیر عالمان. و لذا این همه در فرهنگ اسلامی، در سنت شریف تأکید شده به طلب علم. اطلب العلم ولو بالسین. سختی ها را برای کسب علم تحمل بکنید. اطلب العلم ولو به خوض اللجج و سفک المهج. به دل دریاها بزنید، در طوفان‌ها، در گرداب‌ها علم را به دست بیارید. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. و بعضی از
قرائت ها و روایت ها مسلمه نداشته باشد هم اونجا اون مسلم عام است، واجب است، فریضه است. این تأکید را، این اهتمام را بیشک در هیچ جای دیگری نمی شود. این روایت شریف را هم جناب ابن ابوالحدید در حکمت‌های نهج البلاغه آورده. این در کلام مرحوم رضی و اون حکمت‌هایی که مرحوم رضی جمع کرده نیست، ولی چون افزوده ابن ابوالحدید به قسمت حکمت‌ها در نهج البلاغه، این روایت هست: العلم سلطان من وجده سال و من لم یجده سیل علیه. علم اقتدار است، علم قدرته. دانایی با توانایی، با قدرت، با اقتدار قرین است. هر کس داشت، من وجده سال، هر کسی علم را داشت سهولت دارد، قدرت دارد، اقتدار دارد. نداشت، دیگران بر اون سلطه پیدا میکنند. اینها اون اهتمام و توجهی است که اسلام عزیز به مسئله علم نشون داده. البته علمی که همراه با تربیت باشد، با تهذیب باشد، و لذا در فرهنگ اسلامی ما رسالت انبیا را که آموزش علم و حکمت بیان فرموده، قبلش گفته تربیتشون. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. تربیتشون بکنه، کتاب و حکمت، علمشون بیاد. و لذا به واقع کلمه شما عزیزان کارتون این است، کار انبیا است. امام رضوان الله علیه راجع به معلم ها میفرمود معلمی کار انبیا است. این واقعیت دقیقاً متخذ از فرهنگی است که اسلام عزیز به ما یاد. حوزه‌های علمیه در نقاط مختلف همواره به این دو نکته زنده بودن: تربیت، اخلاق، تهذیب و علم. حالا البته علم دایره شمولش و وسعتش بستگی دارد به نیازهای زمان. شاید مثلا در یک دوره‌ای، در یک مقطعی، ابوابی از فقه هم مثلا پاسخگو میتوانست باشد به نیاز علمی و فکری و معرفتی جامعه اسلامی. خب در یک دوره‌های حوزه‌های ما به دلیل اینکه از حضور و نقش‌آفرینی در صحنه اجتماع دور نگه داشته شده بودند، نه که خودشون کنار کشیده بودند، اما کسانی تلاش کردند که نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در اجتماع، در جامعه همرنگ بشود. طبیعتاً در اون دوره‌ها قلمرو علمی، محدوده علمی که حوزه‌های علمیه بهش ورود می‌کردن محدودتر شد. امروز حوزه‌های علمیه در برابر انبوهی از تقاضاها و مطالبات و پرسش‌ها و شبهاتی قرار دارند که بایستی پاسخگوی فکری و معرفتی این انبوه سوال‌ها باشند. اینجا دیگه شاید نشود و نمی‌شود با همون روش، در همون تراز، به همون گونه وارد پاسخگویی شد. جامعة المصطفی که در حقیقت برآمده از درخت ریشه‌دار و عریق حوزه‌های علمیه است، در روزگار ما
و برای پاسخ به نیازهای معرفتی این زمان و این زمانه طبیعتاً بایستی خود رو با نیازهای این عصر سازگار کند. این که شما ملاحظه می‌فرمایید بعد از انقلاب اسلامی یک تحولی در حوزه‌های علمیه ما در عرصه تولید دانش، در وسعت و قلمرو دانش‌هایی که در حوزه‌های علمیه ارائه می‌شود، مخصوصاً در کانون حوزه‌های علمیه مکتب اهل بیت و ان شئت فقل مکتب شیعه، ما نام هیچ مشکلی نداریم، افتخار میکنیم. امام رضوان الله علیه در جای مختلف در وصیت‌نامه‌شون، در سخنانشون می‌فرمودن ما افتخار میکنیم که شیعه امیرالمؤمنینیم، به تشیعمان، به انتسابمان به مولا الموحدین و امیرالمؤمنین فرزندان طاهرینش افتخار میکنیم، مفتخریم که امام صادق از ماست، امام باقر از ماست، این آثار نورانی علمی از ماست. تا خب امروز ما بایستی این معارف الهی را در همه عرصه‌های زندگی بشر حاضر کنیم. این رسالت امروز ما. انقلاب اسلامی یکی از دستاوردهاش این بود که دین را و معارف مکتب اهل بیت علیهم السلام را آورده در عرصه حیات اجتماعی، زندگی جمعی بشر، معادلات بین المللی. فقط مسئله زندگی فردی و عبادات و مسائل شخصی نیست. دین، اون دینی که ما میشناسیم، اون دینی که قرآن عزیز ارائه میکند، اون دینی که اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنن، پاسخگوی همه نیازهای فکری و معرفتی و رفتاری و اجتماعی بشر. به خاطر همین هم در حوزه علمیه قوم به عنوان کانون حوزه های علمیه مکتب اهل بیت علیهم السلام توجه به یک رشته هایی مثل رشته های علوم انسانی در این دهه های اخیر شکل گرفت. مگه میشه انسان دم از اسلام اجتماعی، اسلام نقش‌آفرین در جامعه بزند ولی کاری به اقتصاد نداشته باشه؟ اقتصاد اسلامی بالاخره مگه میشه بدون ادعای یک مکتب اقتصادی ما بخوایم جامعه داری کنیم؟ جامعه شناسی با نگاه دینی، روانشناسی با نگاه دینی، مدیریت با نگاه دینی، تعلیم و تربیت با نگاه دینی. ما که نمیتوانیم تعلیم و تربیتمون رو از مثلا دیویی و دیگران و صاحبان مکاتب بالاخره غیری و غیر